سلام دوستای عزیز، امروز تصمیم گرفتیم بولانی درست کنم. من بولانی تاوه‌ای و هم که در بین مایتابه با روغن پخته کنیم. کچالو گرفتیم، پالک، اسفناج، گشنیز، دیگه 4 تا مرچ، 1 تا از پیازای کلان. دوستای عزیز اینجا نشان میدم من خمیرش گرفتم. خمیرش فقط 1 قاشق مای خمیر انداختم و 1 قاشق نمک با او خمیر کردم که من 1 گلاس او انداختم و 3 گلاس آرد بس کرد. دیگه پیاز اینجا ریزه میکنم، اما پیاز کلانه که ما میگیم پوره. دیگه دوستای عزیز سعی کنین من این رقمی ریزه میکنم یا در بین میکسر اینا نمیندازم چون خیلی نرم میشه. دیگه این رقمی که ریزه کنین مثل همو گندنه خود ما میایه، مثل تروانی. دوستای عزیز این سعی کنین ما که کلگیش ریزه کردیم، پالک هم ریزه کردیم، پیاز هم ریزه کردیم، مرچ و گشنیج و دیگه مرچ سرخ 1 قاشق انداختم و 1 قاشق هم نمک. باز کچالو رو علایده جور کردیم، با سبزی گرد کردم. اینجا خمیرها رو نازک میکنم دوستای عزیز. اینا شما ببینین من وقتی که خمیر کردم خمیر ماندم در مدت 1.5 ساعت در یک جای گرم که یک ذره بهتر شود، نه که بخیر ترش کنه ولی هم که دیگه یک ذره خمیر پوف کنه. دوستای عزیز سعی کنین من این رقمی نازک میکنم، اینطوری هم زود نازک میشه. هم شما متوجه باشین که آرد زیاد پرتین که نچسبه و خیلی خوبش میشه، هم نازک میشه، هم که کارتان زود پیش میره. 3 تا رو میگیریم، 3 تا زغاله رو این تو جور میکنم، خوبم تو نازک هم میشه. باز شما هر رقم دوست داشتین هم تو جور کنین ولی رقمیش راحت تر میشن. سعی کنین کم تو زود خلاص میشه. این اینجا در پر میکنم. اول سبزی ها رو پر کردم، باز چون سبزی ها رو اول پخته میکنم، کچالو ها رو از پشتش که کچالو یک ذره دیرتر پخته میشه من این رقمی پخته میکنم. شما من رقم خوش داشتین همون رقم ولی سبزی زودتر پخته میشه از کچالو. دیگه دوستای عزیز روز نمازتان قبول باشه. دیگه بر افطار جور کرده بودم، شما هم جور کنین، خیلی خوب میایه و بولانی یک چیز آسان است و خیلی خوبش میشه. دیگه سعی کنین من هم در مایتابه پخته میکنم اینجا، بازی طرف این سر تاوم پخته میکنم. شما میتونین این تو جور کنین دوستای عزیز. دیگه روز نمازتان قبول باشه، نوش جانتان دوستای عزیز. دیگه به امید ویدیوهای بعدی که من درست کنم باز براتون میذارم. خداحافظ دوستای عزیز.